خدمت عرض بکنم که شما که ماهی فروشی چطوره که این ماهی داخل بازار ماهی فروشی بوی خوبی نیده، ولی وقتی برای خودت درست کنن خوشمزه بود، بوی خوبی هده، عطر خوبیشه. این بازار عقد بهت بگم چه حالا ماهی همه طور ماهی هست عقد که بوی داده عقد بهت اون ماهی عقد چه بگم بهت حالا یه ماهی هر عقد ماهی چی بگم بهت هر آجقال ماهی هست عقد بهت بگم بخاطر آجقال ماهی هم مونده هست اونجا ماهی نه هوا بازار تازه بهت بگم حالا بیرون عقد بهت بگم بیرون ماهی هم تازه نو بهت بگم بیرون دست دوم بهت بگم اون عقد چی بگم حالا همه دیگه تو چی بگویی؟ خب یه چیزی به ما بگو. حالا تو این بگو که خدمت عرض کنم چطوره که این خانم بلد نیست ماهی پاک کنن ولی بلد ماهی درست کنه. یعنی علاقه خانم خونن دیگه اون علاقه زن بنده نه برای باید بلد بشه دیگه زن بندری باید بلد و ماهی پاک کن. ماهی هم بلد پاک بکن بشه بلدی پاک بکنه. خدمت عرض کنم این که اگه ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازن یعنی چه؟ وقتی ماهی که تازه دیگه تازه دیگه چی بگم والا تازه دیگه ماهی تازه هر ماهی دونشه بکنه دیگه ماهی را زندان دونشه بکنه بالاخره. چه بگم خلاصه که جواب درستی به ما ندوا. چه؟ من جواب درست نداده نه. آقا ممنون.